گیافه که روشن نمیشه. What in fuck's name are you doing? Oh! What the fuck was that? کایس خوشگل شد. کارت گرفته که روشن نمیشه. عجیبه. این اونو میبینی؟ همون که کندمون روشن نمیشه. اون برشی. الان دقیقا کدومو بریزم؟ من که میگم جدیده رو بریزم. نمیدونم چه فرقی دارن. یا ابوالفضل چرا انقدر طول میکشه؟ داشت 600 میگه. چی بگم داداش؟ دهنم سرویسه. چقدر کیفیت بهتر شد. نور کم شد، کیفیت بهتر شد. بچه از AMD چیز نریز. 4 ساعت 4 ساعت من بذار گوشیمو بس کنم. دهنم سرویسه. 2000 years later. سرعت اینترنت ایران رو با هم تماشا میکنیم که چقدر بالا است. بابا میخوام اصلا تعریف کنم بدتر میگه پایین. تعریف نمونم. ولی نکنین الان من موندم اون اولشون نیاده یه چیز نشون داد. قرار کارت گرافیک رو تست کنیم. خب برای تست کارت گرافیک میخوام کل اینا رو لانچ کنم. ها پس اون آبیه رو من یادم رفته بود. کارت گرافیک کو؟ نمیشناسه کارت گرافیکو. چرا الان داره 18%؟ چرا الان داره 32% سی پی به فاجعه میره؟ چه SSD دارم من؟ اونو ایش کن. حالا شاید برای شما یه ذره طول بکشه ولی SSD اونو ایش کن. بدبخت. چی شد؟ گوشی من به آبی حساسه، نمیدونم برای چی. و این گوساله هم فکر کنم باگ داشته باشه، کرده بودن تو پاچه ما. بابا این چش کرده باشن تو پاچه ما. جدی اگه همچین تا اینجا رفته بود فکر کنم. اشکال نداره. اینقدر حال میده اینو بزنی اینجا تپ کل سیستم به فاک میره. بینو چی شد؟ الان تو داری میگی درایور من نصب شد. الان تو داری به من میگی درایور من بدون اینکه من الان درایور رو نصب کنم درایور من نصب شد. الان تو داری همچین حرفی رو میزنی. من نمیفهمم داری چی میگی. تو الان داری به من میگی درایور من الان نصب شده که آخه چطوری؟ الان میشناسه؟ نه چجوری الان میشناسه؟ 44 درجه است. چه خبره؟ روشن 42 درجه. چه خبره؟ یه لحظه یه ریستارت مشتی بزنیم ببینیم دوباره همچین اتفاقی میفته یا نه. بله
این چیه؟ این چه باگیه آقا؟ نمیدونم چه باگیه ولی خب آقا من این نور رو خاموش کنم. این نور ببین این چقدر بهتر میشه. به نور آبی حساسه گوشی من. الان درایور رو تشخیص داد ولی هیچ وقت اینقدر طول نمیکشید ویندوز من بالا بیاد. تو صدم ثانیه بالا میاد. بچه‌ها در اینجا می‌بینیم که سیستم به فاک رفت. چرا ریستارت شد؟ این دفعه یه رنگ دیگه است. خب ببین این الان سیستم منو بکن سریع نمیاد. سیستم به فاک رفت. هی ریستارت. چی میشه الان؟ برای ریستارت شد؟ بچه یه سیستم خاموش کنم. من خاموش نکردم اون سیستم روشنه. هی برای ریستارت شد. یه سیستم خاموش کنیم روشن کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اون کارتیابی من 10 روز واسه دادم بیاد بابا اصلا. آقا این چه صفحه ویندوز پرید. سالها تونستن درایورشون نصب کنن. ببینیم چقدر FPS میده بچه. باورتون میشه اگه با آسمون نگاه کنم نگاه کن برگام نزدیک 2000 تا FPS. زمین چی؟ زمین نگاه کنم چی میشه. برگام 2000 تا FPS. نزدیک 2000 تا FPS داره من میده. نه من میخوام بدوارز پلی بدم ماینکارت که بیا اینم بدوارز بسا. ببین بدوارز بخوای پلی بدی نورمال 800 تا بهت میده. حالا ببین الان رندر دیستنس منو دیدی 800 تا FPS میده. یعنی رندر دیستنس براش مهم نیست. نزن بیتر بیاد.